همین صاحبکارایی که دویم میلیون ها برای آبادانی چی مسجد چی مکتب چی راه دیگر میلیون ها صرف میکنن. در ظاهر انسان ببینن میگه تمام اکن مفلس شد، همه دارندگی شد، میگه هیچ کم نمیشوند، هیچ کم نمیشوند. چرا کم نمیشوند؟ با وجود این که میلیون ها صرف میکنن. پیامبر علیه السلام میگن که من نقص مال من صدقه، مال از دادن کم نمیشود، نمو میکند، زیاد میشود. مثل عادیه که ورد زبانی بسیار ها میگردد، میگن که سگ در هر زایدنش 6-7 تا میزاید، هم خیلی نیست. یکی گوسفند 1 تا میزاید یا 2 تا میزاید، 1 بره یا 2 بره میکند. هیچ کجا ما رمه سگ ندیدیم، لیکن رمه گوسفند هست. حالا ببینید سگ شب دراز میجکد، لیکن صبح وقتی برکتی وقت سگ در غفلت، خواب غفلت است. لیکن گوسفند عادتاً از قدیم، از ابتدایش اول شب خوب میرود، صبح بر وقت چریدنی میبراید، صبح بر وقت میخیزد. برادران عزیز، خصوصا جوانان عزیز، شب رو بر وقت خوب روید، صبح بر وقت بخیزید. برکت رزق، برکت عمر، برکت فرزندان، برکت اهل خانواده و مهنت و زحمتتون 100 برابر زیاد می شود. وقتی که پروردگار برکتش رو عطا کند، هیچ کس هیچ چیز اون رو نیست کردن نمی تواند.